جورج اورویل، سرای چهارپایان، مالخانه. از انگلیسی ترجمه عثمان علی لطیفی، در قرائت دلشاد رحمت الله. ادامه. باب چهارم. در آخر فصل تابستان خبر آنچه که در سرای چهارپایان روی داده بود در نصف کشور پهن شد. هر روز برفک کلوله و ناپلئون برای رسانیدن دستورها راجع به تشکیل نمودن شورش و آموزش سرود حیوانات انگلیا کبوترهای پروازی را به فرمه‌های همسایه می‌فرستادند. جناب جونز باشد بیشتر وقتش را در قهوه‌خانه شری سرخ در ویلینگدون می‌گذراند و با امید که کسی نشسته به شکایت‌های او گوش دهد و درباره بی‌عدالتی حیوانات بی‌عقل که او را از مالکیتش محروم ساخته بودند نقل می‌کرد. دیگر خوجگیداران با او هم فکر بودند، ولی یگان نفر آنها برای یاری رسانیدن چندان حاضر نبود. در قلب هر یک آنها فکرهای می آمد که آیا بدبختی جونز به آنها نیز نمی رسیده باشد. خوشبختانه صاحبان دو فرمه همشفت به طور دائمی با سرای چهارپایان مناسبت‌های بد داشتند. یکی از این فرمه ها فوکس فود نام داشت. آن کلان و کهنه بود و از بی‌اعتنایی صاحبش و بیشزار و جنگل مبدل گردیده تمام چراگاه‌هایش لوچ و بی‌علف شده، دیوارهای گرد و اطرافش در حالت ویرانی قرار داشتند. صاحب آن جناب پیلکینگتون یک مرد بی‌پروا بود که بیشتر وقت خود را طبق فصل سال در ماهیداری یا شکار صرف می‌کرد. فرمه دیگر با نام پینچفیلد خردتر بود و در حالت بهتر قرار داشت. صاحب آن جناب فردریک یک مرد سختگیر و زیرکی که همیشه گرفتار دعواهای حقوقی و سودی بود و با نام معاملاتگری سخت معروفیت داشت. این دو نفر نسبت به همدیگر چنان حس بدبینی داشتند که حتی در حفظ منفعت خودشان بین همدیگر به یگان سازش نمی آمدند. با وجود این هر دوی آنها از شورش سرای چهارپایان سخت ترسیده بودند و نگران از آن بودند که شورش سرای چهارپایان برای حیوانات فرمه آنها باز نمونه عبرت نشده باشد. در اول آنها قرار دادند که خود اصول اداره کنی مستقل حیوانی را مسخره کنند. در دوام 2 هفته همشان شکست می‌خورند. می‌گفتند آنها اینچنین هر دوی آنها می‌گفتند که حیوانات سرای چهارپایان منار، آنها اصرار می‌کردند که آن را سرای چهارپایان منار نامند، زیرا نام سرای چهارپایان را تماما قبول نداشتند. همیشه بین خود می‌جنگند و زود از گرسنگی می‌میرند. بعد چند مدت دیدند که حیوانات در سرای چهارپایان منار از گرسنگی نمردند. فردریک و پیلکینگتون آهنگ سخنرانی و رفتار خود را عوض کرده درباره سرای چهارپایان منار گویا که در بین حیوانات بدیهای زیاد، ظلم و بیرحمی رواج یافته است صحبت می‌کردند. گفته می‌شد که حیوان‌ها در آنجا همدیگر را خورده یکدیگر را با نعل‌های سرخ آتشی شکنجه می‌دهند. همه مادینه‌هایشان عمومی می‌باشند. فردریک و پیلکینگتون می‌گفتند که این شورش بر ضد قانون‌های طبیعت می‌باشد. با وجود این سخنان آنها را به پورگی هیچگاه باور نمی‌کردند. آوازه‌ها درباره سرای چهارپایان عجیب که آدمان را از آنجا رانده و خود حیوان‌ها کارهای خود را اداره می‌کردند در شکل نیمروشن چرخ می‌زد و در طول آن سال موج شورش در منطقه‌ها پهن می‌شد. در فرمه‌های منطقه که برزگاوها همیشه جانوران اهل به شمار می‌رفتند، ناگهان چون وحشی شدند. گوسفندان پرچین‌ها را شکسته، یونچقه را پایمال کرده، مادرگاوها ستیل شیر را چپه نموده، اسبان تازی دیوانوار فرمان سواران خود را اجرا نکرده، آنها را از بالای خود به زمین می‌پرتافتند. همزمان آهنگ و کلمه‌های سرود حیوانات انگلیا به هر طرف پهن می‌شد. معروفیت سرود با یک سرعت بلند پهن می‌گردید. آدمان این سرود را شنیده خشمشان می‌افزود، ولی خود را چنین وانمود می‌کردند که گویا آن را تنها برای خنده‌آور بودنش گوش می‌کنند. آنها می‌گفتند که نمی‌فهمند چرا حیوان‌ها چنین سرود بی‌معنی را می‌خوانند. اگر هر حیوانی که این سرود را می‌خواند در جایش تازیانه می‌خورد، اما این اصول تازیانه زدن به سرود خواندن تأثیر نمی‌رسانید. آن را دراج‌ها در پرچین‌ها نشسته، هشتک زنان، کبوتران در درختان آن را قم قم کنان می‌خواندند.
آهنگ این سرود در ضربه بلغای آهنگران و در صدای زنگوله‌های کلیسا شنیده میشد. آدمان آن را شنیده باطناً به لرزیدن می درآمدند، چون که آنها در این سرود خبر عذاب آیندهشان را می دیدند. اولهای ماه اکتبر وقتی که غله‌دانه را جمع آوری نموده آن را ذخیره کردند و یک قسمتش را الکی کوفته بودند، کبوترها پروازکنان در هوا دور زده با هیجان زیاد خبر مدهش را به سرای چهارپایان آوردند. جونز و کارگرانش اینچنین ده‌ها نفر دیگر از فاکس وود و پینچفیلد توسط دروازه‌های کلان به سرای چهارپایان حرکت کرده طریق پیراهای عرابه‌ای که به سرای چهارپایان می‌برد وارد می‌شدند. به استثنای جونز که یراق داشت، دیگر همه‌شان در دستشان کلتک داشتند. معلوم بود که آنها می‌خواستند سرای چهارپایان را دوباره به دست درآورند. حیوانات این عمل را چشمدار بوده و کیها باز به آن آمادگی گرفته بودند. برفک کلوله کتاب‌های کهنه معرکه‌های جنگی یولی سزار را که آنها را در اتاق سرای چهارپایان یافته بود آموخته مسئول عملیات دفاع شد. حیوانات سپارش را زود اجرا کرده در طول 1-2 دقیقه همه آنها در سر کمینگاه‌های خود سنگر گرفتند. همین که آدمان به بناهای سرای چهارپایان نزدیک شدند، برفک کلوله اولین شده حمله کرد. همه 35 کبوتر یک بار از بالای سر آدمان پس و پیش پریده پیش چشمانشان را گرفتند و هنگامی که آدمان آنها را به این طرف و آن طرف زدن می شدند، غازها که در پس دیوار پنهان شده بودند شتافته ساق پاهای آنها را بیرحمانه نول می زدند. اما این فقط یک نوع رنگ ساده جنگی برای ایجاد کردن کم بی‌ترتیبی بود و آدمان با کتک‌های خود غازها را با آسانی راندند. بعد از این برفک کلوله به عملیات دومی حمله خود آغاز کرد. موریل، بنجامین و تمام گوسفندان که آنها را برفک کلوله راهبری میکرد به پیش شتافتند و آدمان را از هر طرف با سر و شاخهایشان میزدند و میکفتند و در این لحظه ها بنجامین باشد دورزنان با سمهای پای خرد خود با آنها ضربه میزد. اما آدمان با کتک و موزه های مقدارشان نسبت به جانوران زورتر برآمدند و ناگهان برفک کلوله با صدای جرنگاسی خود که معنای عقب نشینی را داشت همه حیوانات را برگردانیده به حوله سرای چهارپایان گریختند. از جانب آدمان نداهای غالبیت شنیده میشد. آنها تصور میکردند که بر حیوانات غالب آمدند و آنها را بی‌ترتیبانه پیگیری کرده از پسشان می‌دویدند. این محض همان چیزی بود که برفک کلوله آن را می‌خواست. همین که آدمان پورا به درون حوله در آمدند، 3 اسب، 3 گاو و باقی مانده خوکا که در بودتزاری پشت آغل گاوها کمین گرفته بودند ناگهان برآمده با فرمان برفک کلوله یک بار با آنها هجوم کردند. خودی برفک کلوله به جونز در افتاد. جونز در افتادن او را به سویش دیده یراقش را به بالا برداشت و به طرف برفک کلوله تیر خالی کرد. تیر به پشت برفک کلوله برخورده رخی خونین را با وجود آورد و بعداً به گوسفند برخورد و او افتیده مرد. برفک کلوله لحظه باز نایستاده با وزن سنگین خود جونز را از پای افتاند. جونز برای یک توده پارو غلطیده یراقش از دستش پریده رفت. اما از همه دهشتناکترین منظره زد و خورد را بوکسور نشان داد. او روی پایهای قفای خود ایستاده مثل اسبی ایغیر جوان با سمهای پای عظیم نعلدارش به آدمان ضربه میزد. اولین ضربه او به کاسه‌خانه سر یکی از اسبانان فرمه فاکس وود برخورده او را در درون لای و گیل بیجان کرده پرتافت. در این حالت چند تن از آدمان کلتک‌های خود را پرتافته گریختنی شدند. هجوم کنندگان را وهم و واهمه فرا گرفت و بعد لحظه تمام حیوانها یک جای آنها را در گرد و اطراف حوله تعقیب می‌کردند. آنها را می‌زدند، لگدکوب می‌کردند، می‌گزیدند و پایمال می‌نمودند. دیگر در سرای چهارپایان یگان حیوانی نبود که قصد خود را نگرفته باشد. حتی گربه ناگهان از بالای بام به کتف پادبان گاوها جهیده با ناخن‌هایش گردن او را چنان سخت خراشید که وی از سوزش درد به داد و فریاد آمد. همین که راه گریز آدمان باز شد، آنها با تمام قوه از حوله به سوی راه اساسی فرار کردند. همین طریق در مدت 5 دقیقه همه آنها با همان راهی که آمده بودند عقب نشینی کردند
و توده غازها از پس آنها جیر جیر کنان دویده پایهایشان را نول می‌زدند. بجز یک نفر دیگر همه آدمان گریخته رفتند. بوکسیور به حوالی برگشته با سم پای خود جوان اسبان را که با شکم روی لای و گل خوابیده بود به پهلو گردانیده شد. پسرک از جایش نجنبید. وی مرده است، گفت با علم بوکسیور. من این را قصداً نکردم. فراموش کردم که سمهایم نعل دارند، اما کی باور میکند که من این کار را قصداً نکردم؟ به هیچ گونه احساسات داده نشوید رفیق. خطاب کرد برفک کلوله که از زخمهایش هنوز هم خون میچکید. جنگ است. یگانه آدم خوب این آدمی مرده است. من نمیخواهم که ضامن جان کسی باشم، حتی از آدم. تکرار کرد بوکسیور با چشمانی پر از اشک. مولی در کجاست؟ خطاب کرد کسی. مولی واقعا هم بی‌درک بود. بعد لحظه بانگ اضطراب بلند شد. حیوانها از آن میترسیدند که مبادا به او ضرر رسیده باشد و یا او را آدمان با خود برده باشند. در نهایت مولی را در آغل خود پیدا کردند که از ترس سرش را در داخل علفهای آخر پنهان کرده بود و در برابر شنیدن آواز تیر به پرواز به آنجا در آمده بود. هنگامی که حیوانها از جستجوی مولی به صحن حولی برگشتند، دیدند که جوان اسبان معلوم شد که فقط بیهوش بوده است. الکی از جا گریخته رفته بود. حالا حیوانها با یک هیجان وحشیانه جمع شده هر یکی درباره کارنمایی‌های خود با آواز بلند نقل می‌کرد. در حال غلبه را با تنتنه جشن گرفتن شدند. آنها پرچم را برافراختند و سرود حیوانات انگلیه را بارها خوانده، گوسفند کشته شده را با تمام افتخار و با تنتنه دفن کرده در سر قبرش نهال دولانه شناندند. در سر قبر او برفک کلوله کمی سخنرانی کرده تأکید کرد که تمام حیوانها اگر چنین ضرورت پیش آید برای سرای چارپایان به مردن باید آماده باشند. حیوانها یک دلانه درباره مکافات‌های حربی قرار قبول کردند. قهرمان حیوانات درجه یکم به برفک کلوله و بوکسیور داده شد. این مکافات‌ها مدال‌های برنجی بودند که آنها در اصل از آرایشات کهنه اسب‌ها در اتاق اسباب و انجام و افزارها پیدا شده بودند. روزهای عید و یکشنبه استفاده می شدند. این چنین قهرمان حیوانات درجه دوم بعد از مرگ به گوسفندی مرده داده شد. درباره چگونه نامیدن جنگ بحث‌های زیاد به وجود آمد. در نهایت آن را محاربه نزد عاقل گاوها نامیدند، زیرا کمینگاه اساسی در آنجا بود. یراق جناب جانز که در زیر لای و گل مانده بود پیدا کرده شد و این چنین معلوم گردید که در خانه‌های استقامتی سرای چارپایان ذخیره تیر وجود دارد. همزمان قرار کرده شد که یراق در زیر پایه پرچم چون موضع توپخانه گذاشته شود و از آن سال 2 مرتبه، بار اول در روز 12 اکتبر در روز محاربه نزد عاقل گاوها و بار دیگر در نیمه تابستان در روز سالگرد شورش تیر خالی کرده شود. شنونده های عزیز، ادامه قصه را در نشر دیگر خواهید شنید.